سلام بچه‌ها، امیدوارم که خوب باشین. من لیلی روز هستم، صاحب پیج لیلی روز گالری و توی اون پیجم در واقع کارهای هنری خودم رو میذارم و از اون طریق به فروش میرسونم. در واقع آموزش هم دارم. اگر کسی توی این زمینه خواست بیشتر با من آشنا بشه، خیلی خوشحال میشم که به صفحه من که این زیر براتون میذارم در واقع بیاین و هم کارهای هنری من رو ببینید و همین که با من بیشتر آشنا بشید. امروز راستش یه قضیه اصلا ربطی به هنرم و اینا نداره، میخوام راجع بهش صحبت بکنم، ولی چون توی دنیای هنر این اتفاقات افتاده دوست داشتم که نظر خودم رو هم توی یوتیوب به ثبت برسونم با این ویدیو. اخیراً توی جامعه ایرانی دو تا موضوع خیلی ترند شده. یکیش اون بحث اسکار اون دوتا عزیزی هستش که توی بخش انیمیشن گرفتن و یکیش هم آهنگ جدید آقای ساسی مانکن به اسم مارمولک که هر کدوم حاشیه‌های خاص خودشون رو داشتن. ببینید بچه‌ها، راجع به اسکار، یک خانومی برای اولین بار توی ایران زمین، در تاریخ ایران زمین، تونسته جایزه اسکار رو دریافت بکنه. یعنی یک حرکت بسیار بزرگ. یعنی از این به بعد وقتی که یک نوزاد دختری به دنیا میاد میتونیم به صورت واضح و اینا نشون بدیم، عکس این خانوم رو بگیم که ببین این با شرایط تو این جامعه بزرگ شده و تونسته جایزه اسکار رو با تلاشایی که کرده به دست بیاره و در واقع یک راه کاملا واضحی رو جلوی اون یعنی جلوی اون بچه هست. از این به بعد قبلا این راه نبود. قبلا فقط مثلا یک آقا میتونستیم براش یه مثال آقا بزنیم و خب شاید میتونست بگه که خب اون جنسیتش چون با من فرق داره، ولی الان وقتی یک خانومی این کار بزرگ رو کرده، در واقع دیگه اون اجازه ندیم که حاشیه‌ای که پیرامونش به وجود اومد ارزش اون جایزه رو کم بکنه و یا بهش اون جایزه به گرفتن اون جایزه پرداخته نشه و حتی کام اون عزیزانی که این جایزه رو گرفتن رو هم تلخ بکنیم. ببین دوستان، از دیدگاه من قطعاً که یک بی‌نزاکتی اتفاق افتاد. یعنی نمیتونیم منکرش بشیم. چیزی بود که روی صحنه اتفاق افتاد، بی‌نزاکتی یا عدم هماهنگی بود. اون عزیزان هم خودشون موقعی که اومدن جایزه رو بگیرن عنوان کردن که اصلا انتظار نداشتن که این جایزه رو ببرن. ولی خب من خودم اگر به جای این عزیزان بودم که الان نیستم، سعی می‌کردم حداقل 1% بابت اینکه ممکنه که اون جایزه رو من ببرم یه پلنی رو میریختم، یه سناریویی رو در واقع میریختم که وقتی که موقعی که تو اون فشار اون استرس باشم، چون از قبل که برنامه‌ای توی ذهنم مرور شده، راحت‌تر بتونم اونجا خودم رو، افکارم رو، حرکاتم رو در واقع منیج بکنم. در هر حال این اتفاق نیفتاد و به نظرم اونقدر بزرگ نیست که ما بیایم الان با یک دیدگاه‌های عجیب و غریبی این مسئله رو بهش بپردازیم و اون اصل جایزه گرفتنه که یک خانم ایرانی اسکار رو گرفته رو تحت شعاع قرار بده برای دیده شدنش. ببینید دوستان، البته من نمیخوام خودمونم سرزنش بکنم بابت این واکنش ها، ولی فقط میخوام هممون آگاه باشیم که ما طبق اینکه توی یک جامعه نرمالی زندگی نکردیم، طبق اینکه توی این جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم یک سری حقوق انسانی هستش که از ما سلب شده. حالا به مراتب از خانم ها خیلی بیشتر این حقوق سلب شده و باعث شده که این خشم ها همینجوری توی دل ما یعنی انباشته بشه و الان با کوچکترین نیشگونی دیدی مثلا طرف خیلی عذاب میکشه، حالا یه اتفاق خیلی کوچیک و ناچیز براش میفته و یهو مثلا فوران میکنه. من این نیشگونه توی اسکار برای ما اتفاق افتاد و باعث شد که ما باز یادمون بیاد اون بدبختی هایی که داریم و اون قوانین ضد زنی رو که داریم و این قضایا رو قاطی بکنیم و من به نظرم باید هممون آگاهی پیدا بکنیم که این خشم درون ما هست، بپذیریم که ما با این شرایط بزرگ شدیم و آگاه باشیم که این خشممون رو یک جای درستی خرجش بکنیم، نه یک جایی که اصلا نباید اونجا خرج بشه این در واقع خشممون. این از این لحاظ گفتم که این دیدگاه من هستش. با حالت اصلا نباید به حالت جنسیتی بهش پرداخته بشه
و یک خطای انسانی بود و دلیلش هم گفتم همون عدم برنامه‌ریزی این عزیزان بود و اصلا این حاشیه نباید جلوی اینو بگیره که اون حرکت بزرگ تحت شعاعش قرار بگیره و نادیده گرفته بشه و حتی کام این عزیزان، این دوتا عزیزی که باعث افتخار ما هستش رو تلخ بکنیم. یعنی واقعا لایق این نیستن که کامشون تلخ بشه با این حرکت و این کار بزرگی که برای ما انجام دادن. خب این قضیه این بسته شد. راجع به آقای ساسی مانکن هم ببینید بچه‌ها، آقای ساسی مانکن متوجه شده که اگر دست بذاره روی یک سری از مسائل، حالا چه اخلاقی چه دینی، میتونه به اون هدفش که دیده شدن برسه، داره کارشو انجام میده. و اگر واقعا بچه ها ما نمیخوایم این موزیکش دیده بشه، دیگه این کار رو ادامه بده، تنها کاری که باید انجام بدیم نادیده گرفتنه. یعنی شما دارین توی اکسپلور میگردین، ویدیوی این آقا برای شما میاد، این که بیاید نگاه کنید، ریاکشن نشون بدین، به اون کمک میکنید، یعنی به اون این سیگنال رو میفرستین که آقای ساسی مانکن من از این ویدیوت خوشم اومد، دیدمش و تو سود خودت رو از دیدن من کردی و این آدم به خاطر اون توجهی که من حالا چه خوب چه بد به این آهنگش نشون دادم این راهش رو ادامه میده. ولی اگر به جای اینکه این کامنت های منفی و غیر اخلاقی هم بذاریم، نادیده بگیم، اگر توی سبک ما نیست، حالا یه سری هستن توی سبکشونه، اونا باید نگاه کنن، از هنرمندشون در واقع هنرمندشون رو ساپورت کنن، ولی اونایی که اونو دوست ندارن با نادیده گرفتن در واقع بهش نشون میدن. حالا اگر یه تعداد جمعیت بسیار بالایی بهش توجه نکنه، قطعا توی آهنگ بعدیش در نظر میگیره که دل ما رو به دست بیاره و آهنگایی رو حالا با اون محتوایی که ما فکر میکنیم برامون بهتره رو برامون تولید میکنه. پس اینجا این تقصیر خود ما هم هستش. در واقع ایشون دارن کارشون رو انجام میدن و این سیگنال هایی که ما براش میفرستیم که این کارو ادامه بده یا نه. حالا راجع به این خانومی که توی این میوزیک ویدیو اخیرش آورده، ایشون این خانم مستقلی هستن، عقل و شعور خودشون رو دارن، یه صفحه اینستاگرامی درست کردن که توی اون صفحه اینستاگرامی در واقع راه و روش و مسیر خودشون رو دارن نشون میدن. میگن که آقا من اینم، من این خط قرمز ها رو نمیخوام توی زندگیم باشه. حالا میتونه، البته که 80% آدم‌های نرمال، آدم‌هایی که سالمن، این راه و روش دوست ندارن، ولی خب ایشون این راه انتخاب کرده و هیچ کارش هم نمیشه کرد. نه من میتونم ایشون رو منصرف کنم نه هیچی. پس اونم نادیده گرفتنه. اینجا چیزی که منو بسیار ناراحت میکنه، یه سری آدم‌هایی هستش این وسط آسیب میبینن که خودشون هیچ کاری نکردن، مثلا آقای سپهر حیدری. آقای سپهر حیدری نه توی تولید این ویدیو بودن، نه صحبتی ازش کردن، نه اون ویدیو رو شیر کردن، هیچ کاری انجام ندادن. آدمی بودن که تلاش کردن توی زندگیشون، یه ورزش رو به صورت حرفه‌ای انجام دادن، توی اون به یه جایگاه اجتماعی خیلی خوبی که 80% آدمای اون جامعه تشویقش میکنن، بهش افتخار میکنن و انتخاب کرده و فقط به نظرم صرفا باید ایشون توی اون راهی که رفته مورد قضاوت قرار بگیره و اصلا لایق این نیست که جوابگوی یک شخص دیگه‌ای با یک راه و روش دیگه‌ای باشه و واقعا لایق این نیست که روح و روانش ما انقدر آزار بدیم که واقعا اون ارزش اون کار مفیدی که انجام داده، ارزش اون همه تلاشی که توی زندگیش انجام داده رو زیر سوال ببریم و اینجوری باعث ناراحتیش بشیم و ممکنه که به روح و روان اون آدم آسیب‌هایی رو بزنیم که غیر قابل جبران باشه. اینو حتما در نظر داشته باشین. دیدگاه منه. میدونم هممون آسیب دیدیم از همه ناحقی ها، قوانین، از همه چیز، ولی واقعا باید سعی کنیم انسان باشیم، سعی کنیم مهربان تر باشیم نسبت به افرادی که راه های درستی رو رفتن، یک افق های بسیار خوبی رو برای آیندگان در واقع روشن کردن و تنها یعنی کوچکترین وظیفه‌مون این هستش که ما نذاریم که این حاشیه ها روی این عزیزان، روی کار ارزشمندی که این عزیزان در طول سالهای عمرشون و فعالیتشون انجام دادن تحت شعاع قرار بگیره، کارهای بزرگشون. همین دیگه. دوستتون دارم. مراقب هم دیگه باشیم. اگر مثل من فکر میکنید برام کامنت بذارید.